عمان سوم شد، ازبکستان دوم شد و ایران عنوان قهرمانی کافا را از آن خودش کرد. مهدی طارمی هم بهترین بازیکن شد هم بهترین گلزن این مسابقات. ما تنها تیم هم هستیم که 2 تا مسئول رسانه‌ای داریم. برای احسان آقای سفیر که باید به عنوان کاپیتان جام قهرمانی رو بالای سر ببره. آقای رستم امالیف میدن جام رو به احسان و حالا کاپ قهرمانی رو کاپیتان آقای سفیر بالای سر برد، به امید اینکه انشالله ما یه روزی که خیلی هم دور نیست بتونیم عنوان قهرمانی آسیا در جام ملت‌ها رو از آن خودمون بکنیم و قهرمان جام ملت‌های آسیا بشیم. برای علی بیرحمانی آرزوی سلامتی داریم. دروازه‌بانو که تو بازی امروز همون نیمه اول دقیقه اولیه کار مصدوم شد، متاسفانه مصدومیتش انقدر شدید که منجر به تعویض اجباری شد. پور حمیدی اونجا هست، همه نیازمندم که بود و من ندیدم علی بیرحمانی رو. صادق محرمی، مهدی ترابی، وحید امیری،